با آنکه سنتکام گفته توان پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی را تا 90% کاهش داده، ایران موشک‌های خرمشهر خوشه‌ای به قلب اسرائیل ریخت و گفته که در آینده از سلاح‌های جدید خود استفاده می‌کند. وزیر جنگ آمریکا گفت بمباران ادامه دارد و ایرانیان در خانه‌های خود بمانند. همزمان با این ترامپ برای ریشه‌کن کردن جمهوری اسلامی آستین برزده و گفته که گزینه‌های خوبی برای رهبری آن کشور در نظر دارد. با من اسماعیل سادات، خوش آمدید. برای بحث بیشتر در این باره آقای عزیزالدین مارج، آگاه روابط بین الملل با ما هستند. آقای مارج، شما را به بحث خوش آمدید میگیم. ابتدا میخوایم به بررسی اوضاع در خاور میانه بپردازیم که چگونه است. آیا واقعا آمریکا و اسرائیل توانستند با گذشت 7 روز از جنگ یکدیگر را زمینگیر کنند یا خیر؟ تشکر. نخست سلام برای شما و همکاران تکنیکی و شنوندگان تلویزیون تقدیم میکنم. ببینید، ما قبلا در این مورد گفته بودیم جنگ پلان شده، برنامه شده و همه طرفین، کشورهای جهان، کشورهای منطقه از یک آگاهی مطلق داشتن و دارن و این میفهمن که جنگ به کدام طرف میره، هدف پروگرام چیه. این که ما میشنویم از طریق مطبوعات که امروز فلانی کشور ایران زد و ایران دست بالا داره و مثلا تمام کشتی‌های امریکا را منهدم کرد و از بین برد و عرب زد و این و آن. این مسائل مطبوعاتی است، اما همه جنگ که میکنن به تایی لحظه به نفع امریکا بوده و به نفع امریکا تمام شده. امریکا هدف پروگرام از این داره که بالای انرژی ایران حاکم باشه و ایران یک کشور باشه، یک حکومت باشه که تحت کنترل امریکا و کدام مشکل در سطح جان برسی ایجاد نکنه و نفت و تیلشان مطابق کشورهای عضو اوپک یا گلف جنسی با او شکل تحت کنترل باشه و فروش از او به دلار باشه، با مو قاعده که در 1971 نیکسن به کشورهای عربی امضا کرده بود و در همون مورد یک ستلمنت بانک هم ایجاد شد. این پروگرام هدف است، به خاطر این هدف خود. حالا ما میبینیم که والا وضعیت خراب خواهد شد و تاثیرات خود بالای با کشورهای منطقه داره و این جنگ کنترل است، جنگ دقیق است. ما ببینیم امریکا در این خصوص هدف داشت، با کسایی که صحبت کرد یک تعداد مخالفش بود، به این برنامه موافق نبود و را مطلق از بین بود، به شمول رهبر ایران آقای خامنه‌ای و همچنان وزیر دفاع و رئیس لوید رسیز و بعضی اراکین از بین بود. هم ملکی هم نظامی رفت. تاسیساتی که خطر برش بود، مثلا دستگاه نفت بود که باید از استاد میکرد و بعضی مسائل استراتژیک ایران از زیر بمبار قرار گرفت. کسایی که باقی ماندن یا سازش دارن، پول وقت گرفتن، برای وظیفه داده شده که یک تعداد سلاح‌ها را باید استعمال کنند چون ضعیفی ایران را میخواهند و باید گفته شده که بعض مناطق باید بمبارد کنند چون اون مناطق با پولی از هم چشم دوخته شده. پسان کمپانی‌های بزرگ جان که او مثلا دوبی یا باید شهرهای دیگر کی آباد میکنند، این شرکت‌های کلان ساختمانی هم به دست کشورهای برخورد جهان است. بیمه مربوط از یاست، بانکایی که قرضیه میتن مربوط از یاست، نرخ و نوا اگر پایین و بالا میشن فابریکای تولیدی از یاست. از هم عمده مهم سلاحی که استعمال میشن دوباره خریداری میشن. ایندستری کامپلکس و یا موسسات کلان که تولید سلاح میکنن بهترین مارکت ایجاد میشن. آقای مارج، کجا امریکا در خاک امریکا بمبارد شده؟ نشده. مناطق اسرائیل کدام منطقه استراتژیک نظامی بمبارد شده؟ نخیر. در سعودی و ایجا میگن که تاسیسات امریکا را بمبارد، کما مطبوعات حال نشان نداد، بسیار محدود. مناطق دیگر را بمبارد میکنن. خود کشورهای سعودی، آیا سعودی سلاح و مهمات ندارن؟ آیا کویت و قطر و دوبی و یا به شمول عراق و مثلا ترکیه هم یا اسرائیل یا جهان به این شکل خاموش نباشه؟ این کشورهای ناتو مطابق ماده 5 که یک عضو درگیر جنگ باشه تا تعرض با دیگر کشورها مسئولیت نداره که باید حمله کنن؟ یا روسیه چرا خاموش است؟
عادات مشخص خود داره. آقای مارج، دقیقاً میخوایم به همین موضوع بپردازیم که چرا متحدان ایران مثل روسیه و چین تا فعلا خاموش ماندن؟ چی معامله پس پرده جریان داره؟ قبل از این ما گفتم که جنگ آغاز شد و این مسائل شد، تفاهمات در سطح جهان صورت گرفته. مثلا چه تفاهماتی؟ در آلاسکای مثلا با روسیه گفته شده که مثلا اوکراین مربوط خود به طور مثال، و روسیه هم به این خوش نیست که ایران مقتدر بعد از روسیه دوم کشور نفتی در همسایگی باشه، باید پایین‌تر باشه. ناستریم 1 ناستریم 2 یا ساخلین 1 ساخلین 2 سپلای کلان روسیه باید منفعت بیشتر بگیره نسبت به ایران. و همچنان چین میخواد ایران ضعیف باشه، اوجه سرمایه‌گذاری کنه. این مفاد در مجموع از یا خود آسیا میخواد که دو کشور حریف با هم جنگ کنه، ضعیف شود. سالهایی که ایران خریداری میکنه و اکمال میکنه روسیه و چین است. پس از کی میخواد این سالهای مدرنه؟ دی جنگ منفعت، جنگ پلان شده است. در آلاسکای با هم 6 تن صحبت کردن، پوتین و آقای ترامپ، تمام مسائل. مثلا به چین گفته شده که من در تایوان با تو غرض ندارم. معامله ها زیجه ایرانی هایی که ناوشار بودن اون خود به کشتار دادن و رفتن. حالا مثلا به شما ببینین میتون امریکا خامنه ای را وزیر دفاع که در جا کاملا مسئول میباشه لوید رسیزیار از بین نبره، پوزشکان نمیتونن یک شب از بین ببرن. پس این معامله است. برای از جا گفته شده که زندگی تانام تضمین است، پول تانام براتان میتم، اینی وظیفه شما اجرا کنید. آقای مارج، درباره اظهارات پسین ترامپ چی فکر میکنید؟ ترامپ گفته که ما به خاطر ریشه‌کن کردن جمهوری اسلامی تلاش میکنیم. پس وقتی که خامنه ای و دیگر مقام های ارشد ایران از بین برد، حالا به نظر شما آیا اتفاق خواهد افتید که ایران حکومتش به گونه کامل ریشه‌کن کنه یا خیر؟ فعلا پلان نمیسته که جای عمده یک جای مشخص بازی که ماندن او را فلج می سازه. مثلا همی دافع هوا و نیروهای هوایی را و زمینی را که خصوصا در بحری و یا که دارن را از بین میبرن. بعد از این جنگ زمینی پایین میشن، از کردستان، از عراق و اینجا میان داخل ایران میشن. جنگ دوام دارن. دوامش تا وقت است که رژیم ایران تن به اطاعت بده و این رژیم فیلین، این رژیم 100% از بین میره. به خاطر حاکمای امروز همدستی با امریکا داره، کاری که میکنه به نفع امریکا تمام میشه. تا همین لحظه را که هر روز که فر میکنه ایران ضعیف میسازن، مناطقی که بمبارد میشه و مجبور است که به امریکا و به کمپانی کلان پول بده تا دوباره آباد شود. یک بازی را انداخته. کسایی که به این پروژه موافق نبود و از بین برد. بالاخره با دوسیه از این افشانشن، این پزشکان و چند نفر دیگه سر مثلا عراقچی و یا را تضمین کردن یا عمل از کشور. یک رژیم دیگه نوی دموکراتیک میگه که مورد پذیرش جوانان نسل آینده و مردم ایران باشه. این برنامه است که میگن 4 هفته طول میکشه و چقدر این مساج دارن. بله و ایرانی صورت میگیرن، ضربه کلام برش وارد میکنن تا که ایران از پا بفته، ضعیف باشه و همیشه تابعدار باشه. خب به نظر شما در جنگ فرسایشی، جنگ اگر طولانی مدت شود، شما فکر میکنید که ایران شکست خواهد خورد و گفته خامنه ای تکرار نخواهد شد که امریکا پایش در منطقه گیر کنه؟ ببینن عمل ایران شکست خورده، برای و کرانایش از بین رفت. ولی عملا در میدان جنگ پایگاه های آمریکا را، سفارت هایش در منطقه تمامش آماج قرار میده و همچنان سخنانی که مقام هایش همواره گفتند از ادامه جنگ هیچ باکی ندارن و گفتند که ما یعنی تشویش از زیر نداریم که اگر جنگ طولانی مدت شود ما به اندازه کافی مهمات داریم و حتی سلاح‌هایی داریم که از او تا حال رونمایی نشده و ممکن در برابر آمریکا استفاده شود. و یکی صحبت است، یکی جنگ مطبوعاتی و تبلیغات است، یکی حقیقت است. حقیقت جنگ در کدام خاک است؟ در واشنگتن است یا در تهران؟ حقیقت است که ترامپ کشته شد یا خامنه ای؟ حقیقت است که این فقیرایی که میشه کجا را میزنن؟ آیا این خود تفاهم است که سفارت باید در بته و تخلیه شد که باشه سر و صدا شد که ولای نتانسه تا احساسات
ایرانیا را برملا کنه تا سلاحی که داره همیشه مصرف کنه. تا حالی که ایران مصرف میکنه سلاح را برد داره یا ای که ضرر خود میکنه خود انفجار داده میره، تمام خود خودکشی کرده میره. هر راکت چقدر قیمت داره، با کجا حسابت میکنه، ایره باید فکر کنه. کویت ها با واشنگتن چی؟ هر کدر ویران شد سوار واشنگتن میه یا آباد میکنه، از او پیسه میگیره با شمول قطر و دوبای. بسیار تشکر. هم اگه میشناسه که از او پول بگیره. تا این لحظه جنگ در تهران است، کشته شدن تهران است، موساد تهران از بین میره، اسلحه و وسایل تهران ایران از بین میره. آینده خطر همه چیز به ایران است و این جنگ بالاخره وقتی جنگ کنترل است، از کنترل بیرون نمیبره. حدودات همه چیز معلوم است. تا وقتی دوام داره که هدف امریکا 100% به هدف خود برسه. اگر کدام انحراف صورت بگیره، به اون صورت متحدینشان و یا برقرار خواهد شد. خب ظاهرا آمریکا میخواد پای کشورهای عربی را همچنان دخیل کنه در جنگ. اگر پای کشورهای عربی به جنگ کشانده شود، آقای مارج، سرنوشت خاورمیانه چگونه خواهد شد؟ و نمیکنن و به صراحت برتان میگه و میکنن پروتکل کردن که جنگ نمیکنن، چون میفهمه که سلاح اسلام به جای بنات امریکا مصرف میشه و دومی که اگر ایران مطلقاً از بین بره با این کشورهای عربی باز دیگه و قدر امریکا اعتنا نمیکنه و نه قدر بهش احترام میکنن. سر از وام به نام اندیشه مذهبی و منفعت خود وام کار میکنن. چندین بار واقعا گفته شده که باید فایت کنن یا را قبول نکردن یا در پروتکل اول هم چنین هست و نمیخواهد دشمنی دائمی را هم بگیرن. بسیار تشکر عزیزالدین مارج، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه. سپاسگزارم. شما هم تشکر.